میدونستیم بعضی از بچه‌ها موقع خوندن مغزشون یکم کندتر حرفا و صداها رو کنار هم میذاره؟ اسمش اختلال خواندن یا دایسلکسی است. نه تقصیر بچه است، نه هوشش کم شده. فقط بخشایی از مغز مثل تمپورال و اکسیپیتو تمپورال یکم متفاوت کار میکنن و صداها رو دیرتر مرتب میکنن. ولی اصلا نگران نباش، راه درمان هست. اول تمرین ساختارمند خواندنه. تمرین صداها، هجاها و روش‌هایی که کمک میکنه مغز کلمات رو تیکه تیکه بشنوه و درست کنار هم بذاره. دوم تمرین حافظه فعال و تمرکزه، چون بعضی وقتا بچه‌ها وسط خوندن صداها رو فراموش میکنن و اینجا نیازه که تمرینای حافظه و بازی‌های تمرکزی انجام بشه. این خیلی کمکشون میکنه. سوم نوروفیدبکه، یه دستگاه باحال که مغز رو یاد میده بهتر تمرکز کنه و سرعت پردازش اطلاعاتش بیشتر بشه. یعنی وقتی اون تمرینای خوندن به علاوه نوروفیدبک باشه، بچه‌ها سریع‌تر و راحت‌تر میتونن بخونن و اعتماد به نفسشون هم میره بالا. پس مامان باباها، دایسلکسیا مشکلی که قابل مدیریت و درمانه، فقط باید راهتون درست و کامل باشه و یک زمان براش بذارید.